خانمی در ولایت جوزجان با ایجاد کارگاه قالین بافی و خیاطی برای 100 زن زمینه کار را مساعد نموده است. زنان شامل کار در این کارگاه به آینده درخشان امیدوارند. از امارت اسلامی می‌خواهند که همچو زنان متشبث را مورد حمایت قرار دهند. مؤسس این کارگاه می‌گوید: خواستم با ایجاد کارگاه برای زنان و دخترانی که بیکار هستند زمینه کار را فراهم کنم و همچنان صنعت قالین بافی در ولایت جوزجان که از پیشینه خوب برخوردار است به باد فراموشی سپرده نشود. بخشای ما خیاطی است و بیگزدوزی است، مورد دوزی است و قالین بافی است و گلیم بافی پشم می باشه. تقریبا 100 دختر خانم در اینجا کار میکنن به بخشای مختلف و شروع اول ما از 2000 افغانی بود. بر فعلا شکر سرمایه ما به نزدیک به 1 لک می باشه.